سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان و همراهان گرامی. امیدوارم که هر جا که هستید خوب و شاد و سلامت باشید. به اپیزود جدید پادکست رشد فکری خوش آمدید. در قسمت‌های قبلی مبحث خودآگاهی و تمرین‌هاش رو بررسی کردیم و در این قسمت هم ادامه اون مبحث رو خدمتتون عرض خواهم کرد. بنده محمد متین منجمی هستم و با بنده تا آخر این پادکست همراه باشید. خب مورد هشتم که باید بررسی بکنیم و هفتم، بهتر عرض کنم مورد هفتم، مورد ششم رو در پادکست قبل بررسی کردیم. مورد هفتم رو خدمتتون عرض میکنم. بخشی از خود آگاه بودن درک احساساته. به احساساتتان عناوین درست بدید. ببین یه سری احساسات هست مثل خوشبینی، مثل عشق، تسلیم شدن، حیرت، مذمت، پشیمانی، تحقیر، پرخاشگری، رغبت، انتظار، آرامش، خوشی، پذیرش، اعتماد، دلهره، ترس، گیجی، غافلگیری، غمگینی، پکری، انزجار، خستگی، عصبانیت، آزردگی، گوش به زنگی، خشم، نفرت، اندوه، تعجب، وحشت و تحسین و وجد. خب همین الان چه حسی داری؟ در 24 ساعت گذشته چه حسایی داشتی؟ در این لحظه متداول ترین احساس زندگیت رو چی میبینی؟ بسیاری از افراد در هنگام بیان احساساتشان از واژگان بسیار محدودی استفاده میکنند. این باعث میشه توانایی آنها برای درک کامل و آگاهی از احساساتشان کاهش یابد. اگر در توصیف حسایتان بهتر عمل کنید، نه تنها زندگی پربارتری از نظر احساسی خواهید داشت، بلکه قادر خواهید بود در برابر اتفاقات پیرامونتان واکنش بهتری نشان بدهید. یکی از راه‌هایی که با استفاده از اون میتونید احساساتتون رو بهبود بدید، چرخه احساسات پلاتچیک هستش. مورد هشتم، چشمانداز و مأموریتی برای زندگیتون داشته باشید. همون سوالی که من در اپیزود قبل خدمتتون عرض کردم همونه. برای چی به دنیا اومدی؟ اصلا اومدی تو این دنیا چی کار بکنی؟ میخوای مثل میلیون ها آدم دیگه و میلیاردها آدم دیگه فقط بیای بری، یا میخوای یه هدفی تو زندگی داشته باشی و یه کاری انجام بدی؟ آیا شما فقط زنده اید یا آگاهانه داری زندگی میکنی و برای ساختن زندگی مطلوب داری تلاش میکنی؟ افراد فاقد خودآگاهی معمولا در دسته قرار میگیرن که جزو آدمایی هستن که نمیدونند دارن چی کار میکنن، در حالی که اشخاص خودآگاه جزو دسته قرار میگیرن که میدونند دارن چی کار میکنن، قراره چه کاری انجام بدن و تو زندگیشون چه هدفی دارن. یکی از راههای زندگی کردن به طور آگاهانه ایجاد بیانیه چشم انداز و بیانیه مأموریت است. بیانیه چشم انداز به سوالاتی از این قبیل پاسخ میدهد: چه میراثی از خود به جای خواهی گذاشت؟ زندگی شما در 20، 15، 10 و 5 سال بعد چگونه به نظر خواهد رسید؟ یه ورقه و کاغذ همین الان بردار رفیق و بنویس روش 5 سال دیگه میخوام چیکار کنم، 10 سال دیگه میخوام چیکار کنم، 15 سال دیگه میخوام چیکار کنم و 20 سال دیگه میخوام چیکار کنم. باور کن خیلی از اتفاقاتی که همین الان برات میفته اصلا برات دیگه مهم نیست، فقط دنبال اون هدفی که بهش برسی. من یه آهنگی دارم، دوستانی که حالا من بنده رو میشناسم میدونن، جنجال هدف. این بحثا رو سعی میکنم به موضوعات مختلف ربط بدم که شمایی که مخاطبین بهتر متوجه شید. جنجال هدف حالا نه از نظر تکنیکی کاری باش دارم، نه از نظر سبک موزیک، نه هیچی. با متنش کار دارم. الان من تو کارشش گفتم جنجال برای رسیدن به هدف در درون. خب بعضی اوقات دیدی، حالا این از تجربه منه، دیدی که نمیدونی میخوای چی کار بکنی ولی باید به اون هدف برسی. بعضی اوقات انقدری که تو بیرون جنجال هست اهمیت بهش نمیدی، بیشتر به اون جنجال درونیت اهمیت میدی و میخوای اونو به خودت حل کنی تا برسی به اون هدفت. خب غالبا هدف ها از همین جور چیزها شروع میشن، به نظرم از همین جنجال ها شروع میشن، از همین کلنجار ها شروع میشن.
ستاره راهنمای شما چیست؟ در دراز مدت برای رسیدن به چه هدفی تلاش میکنید؟ بیانیه مأموریت به سوالات زیر پاسخ میدهد: من چه کار میکنم؟ این کار را برای چه کسی میکنم؟ آن را چگونه انجام میدهم؟ یا ایجاد بیانیه چشمانداز و مأموریت خودآگاهیتون رو. با ایجاد اینها میتونید افزایش بدید و خودآگاهیتون رو بهتر بکنید. خب من چه کار میکنم؟ سوال اولیه هستش که میپرسه من الان برای هدفم دارم چی کار میکنم؟ برای چه کسی اونو انجام میدم؟ سوال دوم. و اونو چه شکلی انجام میدم؟ یه مثالی بزنم که حالا واسه دوستان اکثریتمون باش برخورداشته باشیم. درس به طور مثال، من الان دارم درس میخونم. برای کی این کار انجام میدم؟ برای خودم. چگونه انجامش میدم؟ درس میخونم. هدفم چیه؟ هدفم اینه که به اون مثلا رشته پزشکی، دندونپزشکی، فیزیولوژی، داروسازی و امثال اون برسم. 9. بیانیه شخصی ایجاد کنید. بیانیه شخصی ایجاد بکنید که حالا عبارت است از اعلامیه‌ای از ارزش‌ها و باورهای اصلی شما. این ارزش، باور و آرمان‌هایی که دارین خیلی مهمه. چیزهایی که طرفدارشون هستین و اینکه قصد دارین چگونه زندگی رو سپری کنید. ارزش‌ها و باورهایتان مطلع شید. چیا اصلی‌ان، چیا فرعی‌ان، چیا مهمه، چیا مهم نیستن حتی. سپس توضیح دهید چگونه می‌خوای به طریق زندگی کنی که به آن ارزش‌ها و اعتقادات محترم بمانند. این بیانیه شخصی شماست. یه جمله صادق الدیت داره، فکر می‌کنم قبلا هم عرض کردم، که از موقعی صادق الدیت میگه از موقعی که تفکرات پوچ و اضافیم رو دور ریختم به آرامش رسیدم. و این خیلی مهمه. سعی کنید عقایدتون رو دسته‌بندی کنید و یه دو تا چارتایی باش داشته باشید. به پایان این بخش از سری پادکست‌های رشد فکری رسیدیم. موارد بعدی رو در قسمت بعدی خدمتتون عرض میکنم. امیدوارم که دوست داشته باشید و شما رو به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپارم.